تحولات تاجیکستان و جهان از دوربین رادیوی آزادی برنامه خبری است مستقیما تقدیم شما و من شعله گلخوجه گرداننده آن موضوعی که امروز 25 ینور پیشنهاد می شود. دادگاه در روسیه 11 مهاجر آسیای مرکزی را با جرم تروریسم زندانی کرد. در بین آنها شهروندان تاجیکستان نیز هستند. تشخیص هزارها خواننده مکتب برای جلوگیری از ویچ. مسئولین میگویند هنگام گذراندن تشخیص قاعده های بهداری رعایت می‌کردند. هر یک نفر با دستپوش‌های نو با تشخیصات ویای نو می‌گرفتن خلق. بعد گزارش رادیوی آزادی در ولایت ختلان یک خانواده دستنگر صاحب منزل شد. سرگردانی این خانواده سالهای طولانی ادامه داشت. یک تقدیر الهی رفتگی بود است که یک سبب شدن مقصد امروز برای ما همه طرفا کمک کردند. دادگاه نظامی شهر مسکو روز 23 ینور حکم 11 شهروندی آسیای مرکزی را اعلان نمود. آنها با جرم برنامه‌ریزی حمله تروریستی از 6 تا 18 سال زندان محکوم شدند. در میان آنها شهروندان تاجیکستان هم هستند. تفتیشات معین کرده است که عبدالشونده‌ها با گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی پیوسته می‌خواستند در شهرهای مسکو و سنت پترزبورگ با استفاده از سلاح و مواد ترکننده خودساخت عمل تروریستی انجام بدهند. فعلا معلوم نیست که تا کجا خود محکوم شدگان با حکم دادگاه راضی هستند یا نه و تا کجا جریان مرافعه منصفانه برگزار شد. نشریه‌های روسی میگویند FSB در امر تحقیق و بازجویی پرونده با کمک مقامات حفظ قانون کشورهای قرقیزستان و تاجیکستان عمل میکرد. تا نهنگ‌ها بازداشت نشوند با دستگیر نمودن ماهیچه‌ها مبارزه با کروپسیا پیش نمی‌رود. این خلاصه یک پژوهش برنامه رشدی سازمان ملل در رابطه با مبارزه با رشوه‌خواری در تاجیکستان است. همکارم عبدالله اشورов با آموزش این موضوع مشغول بود و حالا با او من چند سوال دارم. عبدالله سلام. منظور از ماهیچه‌ها و نهنگ‌ها گفتن مؤلفان این گزارش چی است؟ سلام شهلا. منظورشان این است که کارمندان عادی و زینه‌های پایانی اداره‌های دولتی با جرم رشوت‌ستانی بازداشت می‌شوند و پاره‌خوران کلان آشکار نشده باقی می‌مانند. برنامه رشد سازمان ملل در تاجیکستان پژوهش را تحت عنوان کروپسیا در تاجیکستان نظر جامعه انجام داد و در خلاصه آن از جمله گفته می شود شکار ماهیچه‌ها استوانه کروپسیا و رشوه‌خواری را شکسته نمی‌تواند. مؤلفان این گزارش می‌نویسند رشوه‌خوران کلان باید یافت و جزا داده شوند تا جامعه شهروندی که به مبارزه جدی با کروپسیا باور ندارد به حرف خشک و خالی نبودن مبارزه با کروپسیا باور کنند. خب عبدالله، بیشتر کارمندان کدام کسب و کار با جرم پاره‌خوری بازداشت می‌شوند از روی تجربه؟ بنابر گزارش‌ها در تاجیکستان بیشتر معلمان، استادان دانشگاه، دکتران، زمینساز، رئیس جماعت و یا کارمندان کمیساریات‌های حربی در طور کارمندان آژانسی مبارزه با کروپسیا می‌افتند. اما مسئولان آژانسی مبارزه با کروپسیا میگویند در دایره قانون فعالیت دارند و در صورت شکایت وارد شدن از سوی شهروندان در رابطه با رشوت ستانی منصبدار پرخور را به جزای خود میرسانند نوبسته از منصبش. ولی بنابر ردبندی سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال و یا شفافیت بین الملل که ایندکس پذیرش رشوه را در 180 کشور دنیا چین میکند، تاجیکستان در مقام 163 قرار دارد. نشانه آن است که میزان فساد متاسفانه بلند است در تاجیکستان. از میان کشورهای پسا شوروی استونیا در جای 21م، گرجستان با مقام 48م از این نگاه موقع خوبتر دارند. ضمناً در دایره این موضوع ما نظر چند از ساکنان تاجیکستان را در رابطه با رشوتخواری پرسان شدیم و حالا پیشنهاد دارم اون را با هم ببینیم. بله با هم ببینیم. منصبداران کلان خودشون وظیفه است کی بازداشت کنه اون دیگه. چون بالای وظیفه بلند است، چون کرسی بلند خودشون را کی بازداشت میکنه هیچ کس. زندگی آنها، دارایی‌های آنها، ثروت آنها و طرز زیست فرزندانشون باری دیگر ثابت میکند که این همه دارایی‌ها را آنها البته که با راه مهنت و یک معاش به دست نآوردند. این هیچگاه از نظرها پوشیده نمیماند. هست بازداشت شوی هست نه که باید با طریق زندانی نه با دیگر راه‌ها مثال با کدام راه؟ با راه‌های مبلغ با آنها را رشوه داده جان خود را خلاص میکنند.
تشکر عبدالله برای صحبت. در حالی که مقامات از عزم قوی در مبارزه با کروپسیا حرف میزنند، ساکنان میگویند رشوه‌خوری و تمجوی منصبداران روزگار آنها را تباه کرده است. شکایت‌های ساکنان بیشتر از تمجوی منصبداران هنگام تقسیمات زمین برای بنیاد خانه و کشاورزی زیاد به گوش میرسد. خلافکاری‌های منصبداران را هنگام تقسیمات زمین رئیس جمهور امامعلی رحمان بارها تنقید کرده بود و باری هم اعتراف کرد که این مشکل به یک درد بی‌دوا تبدیل شده و سیاست ضد کروپسیونی حکومت در این بابت کارآمد نیست. من برنامه را ادامه میدهم. در تاجیکستان خواننده ها را از تشخیص بیماری ویچ میگذرانند. معرکه گرفتن خون از مسئولین مکاتب 4 کشور از ماه آینده شروع می شود. مسئولین وعده میدهند که تشخیص با روزگی والدین صورت میگیرد و نتیجه آن مخفی خواهد بود. ضرورت این تشخیص را شادمانی یتیم در گزارشش به ما و شما میفهماند. وزارت تندرستی حدود 120,000 خواننده را تا 10 فوریه باید بسنجد که گرفتاری بیماری ویروس نورسایی مسئولیت بدن یا اسپید هستند یا نه. این چورابینی هم با مقصد آن است که ما سطح پنجشوی سرایت ویروس نورسایی مسئولیت آدم رو در بین کودکان و نورسان معین سازیم و این به ما امکانیت میدهد که در آینده نقشه چورابینی ها آماده سازیم و طبق آن یعنی که جهت پیشگیری پنجشوی سرایت ویروس نورسایی مسئولیت آدم در بین کودکان و نورسان فعالیت هامون پیش بریم. معرکه تشخیص طبی کودکان مکتبخوان با اجازه والدان آنها در داخل مکتب‌ها گذرانیده می شود. ماموریت تعلیمگاه‌ها با تشکیل مجلس به والدان از هدف این معرکه معلومات می دهند. مجلس پدر و مادران گذرانیده شد. تکلیف کردند که هر یک وقتی که از کودکان انالیز گرفته می شود آنها التماس کردند که در آن اشتراک کنند. پدر و مادران از آن خواطر بودند که مبادا امون سوزن‌هایی که از آنها همین انالیز گرفته می شود مبادا برای چند کس یک سوزن استفاده برده نشود. تشخیص گذرانم. زرینه ظریفه و مادری 2 فرزند مکتبخوان است. وقتی از او برای از تشخیص اسپید گذرانیدن فرزندانش اجازت پرسیدند کمی مشوش شد. پس از صحبت با متخصصان و آموزگاران به تشخیص خون آنها راضی شد. من آمدم دیدم هر یک نفر با دستپوش‌های نو با تشخیصات ویای نو میگرفتن خیلی. به نظر من البته ضرورت است. به هر یک خیلی پیشگیری است. آغاز تشخیص طبی برای اسپید در مکتب‌ها باعث تشویش و نگرانی برخی از والدان شده است. گروه در شبکه‌های اجتماعی نسبت این اقدام ناراضگی خود را بیان کردند. به فکر من کاری ناخوب می شود. جامعه ما تا حال نمیخوانند، نمیدانند. مثلا اگر رفت و نتیجه منفی برآید از آن همه صنف آگاه می شوند. مسئولین مرکز پیشگیری و مبارزه با ویروس نورسایی مسئولیت آدم میگویند این اقدام به خاطر صحتی کودکان و نورسان روی دست گرفته شده است و آن تحت نظارت شدید مسئولین گذرانیده شده، نتیجهش کاملا مخفی نگهداری می شود. سنجش ویروس نورسایی مسئولیت آدم در دایره چورابینی مذکور به طور رایگان عملی کرده می شود و تمامی امکانیت هایی که در این یعنی تمامی آن تست سیستم ها و دیگر مواد های لازمی که در این چورابینی مصرف می شوند از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان دسترس کرده شده است. در میان بیش از 8,000 گرفتاران بیماری ویروس نورسایی مسئولیت آدم در تاجیکستان بیش از 800 نفر کودکان هستند. گزارش زرانگیز نوروشا و شادمانی یتیم درباره تشخیص بیماری اسپید بود. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. دیروز ما در برنامه خبری از دهه عادلی وحدت برای شما گزارش داده بودیم. در این دهه آب پسمانده و برف و باران باعث فرو رفتن زمین شده است. همین حالت در بعضی مناطق ایران نیز وجود داشته است. اما با فرق از تاجیکستان در آنجا بنابر خشکسالی آب را از منابع زیرزمینی بیرون کشیده. چنین نوع آبیاری منجر به فروریزی زمین ها گشته است. کاوی مرسیاتو گزارش می‌دهد. بخش‌های از ایران فرو می روند. این غارها و رخنه‌ها نتیجه زمین لرزه نیست بلکه پیامد استفاده بیش از حد آب زیر زمینی است. وقتی که شما آب از سطح زمین بیرون می‌کشید بین خاک و
بین سطح خاک هم آب هستش هم هوا هستش و خاک هستش. شما آب رو دارید میکشید زمین، از زمین میکشید بیرون، یه فضای خالی بین دانه‌های خاک ایجاد میشه. یواش یواش اینجا منطقه بار فشاری که از بالا فشار میشه باعث میشه این خاک‌ها به هم بچسبه و یواش یواش منطقه ریزش کنه و شکاف ایجاد بشه. ایران حالا دچار خشکسالی است. برای آبیاری کشتزارها در ایران گرم و خشک آب زیادی زیر زمینی را میکشند. از این سبب زمین فرو می رود و در بعض جای غارهای با عمق 60 متر پیدا شدند. پدیده فرونشست پدیده مخربیه و ممکنه اثراتش رو مثل زلزله سریعا احساس نکنیم، ولی آثاری که به بار میاره همینطور که الان خودتون هم ملاحظه میکنید آثاری هستش که در طول زمان و مخرب میتونه باشه. یعنی من میتونم از تاثیرات فرونشست به شما بگم اثرات مخرب فرونشست تخریب زمین‌های کشاورزی، ایجاد ترک در سطح زمین، آسیب رسوندن به مناطق مسکونی شهری، سیستم فاضل آب، ترک در جاده‌ها، اختلال رسانی در سیستم لوله‌های گاز، آب. متخصصان معلوم کردند که در جنوب ایران زمین تا 42 سانتی متر در یک سال پایین رفته است، هرچند باید از 2 تا 3 سانتی متر باشد. در این محله در جنوب تهران علامت‌های واضح فرو رفتن زمین دیده می شود. نرخ‌های بسیار بالایی است و خیلی جاها هم جایی هستند که جمعیت زیادی درش سکنا دارن و بعضاً زیرساخت‌های حساسی مثل فرودگاه توشون قرار گرفته که از نظر ما اونا اولویت دارن. سال 2018 هم در 97% ایران به حد شاهد خشکسالی شدند. به گفته بعضی از دانشمندان مدیریت نادرست در استفاده آب وضع را بدتر کرده است. تابستان سال گذشته نارسایی آب در جنوب ایران تظاهرات برانگیخت. با ادامه خشکسالی رخنه‌ها در اینجا فقط یک علامت مشکلات عمیق در ایران است. برمیگردیم به تاجیکستان. گزارش رادیوی آزادی سبب گشت که یک خانواده نودار در ولایت ختلان صاحب منزل 4 حجره‌ای و 8 سوتق زمین شود. در مطلبی که 17 ینور نشر شد، اعضای این خانواده نقل کردند که 23 سال پیش با نیت زندگی بهتر از نویه جرگتال به ولایت ختلان کوچیدند و اما سرگردان گشتند. آنها سال 2013 در یک گوشه این ساختمان را که برابر به 7 متر مربع است به عریت گرفتند و به زندگی فقیرانه خود آغاز کردند. درد دل اعضای این عائله به گوش افراد خیرخواه رسید. آنها اکنون به منزل نوساخت کوچ می‌بندند. برمون این احوالی که حساب رادیوی آزادی آمدن صورت گرفتن رفتن به همه عیان شد. ناچار بودیم در همون حالت آمدگی همین آدم ها من خواب بودم خیلی سیام که کردن برفتن. اینم یک تقدیر الهی رفتگی بوده است که یک سبب شدن. مقصد امروز برای ما همه طرفه کمک کردن. بعد پخش گزارش افراد زیادی به سراغ این عائله رفته و برایشان کمک کردند، اما فردی که این عائله را صاحب سرپناه نمود نام و نسبش را آشکار نمی کند. طوری معلوم شد منزل نوی خانواده بدرالدین صدرالدینов در دهه بخترآبادی شهر لوکند جایگیر است. در کره جنوبی خدمات برای حیوانات خانگی رشد میکند، زیرا شماره روزافزون مردم این جمهوری به جای فرزندداری هرچی بیشتر به تربیت سگ و گربه رو میارند. چرا این موضوع رو در گزارش نوبتی میبینیم. کره جنوبی با بحران دموگرافی مواجه شده است. در این کشور میزان تولد کودک کاهش یافته و صنعت تولید اشیا و تقاضا به هر گونه خدمات برای حیوانات خانگی افزایش می‌یابد. صاحبان حاضرند به سگ و گربهشان هر چیزی امکان پذیر را فراهم آورند. $100 برای غذا و بازیچه سگ دوست داشته و $50 برای لباس سال نوی وی هیچ مشکل نیست. امروز نزدیک به 3/1 خانواده های کره جنوبی در مقایسه با فرزند به حیوان خانگی میل نشان میدهند. تربیت کودک با امید دریافت خبر خوب برنامه امروز را پایان می‌دهیم. با سپاس با یکایک شما برای همراهی. تفصیلات گزارش را در آزادی ویدیو تماشا کنید. خبرهای بیشتر از این در www.azadi.org دسترس است. فرستادن عکس و نوار را به عنوان ما فراموش نکنید. فردا صبح بر وقت نوید بامدادی پیشنهاد شما می شود. تا آن دم خدا نگهداری هر یک شما عزیزان باشید.